صدای دوباره اذان آمد، صدای ناله پدر، گریه مادر، بغض برادر و زجه خواهر و شاید معشوقی در گوشه پنهان، اما ویران ویران ویران. انصاف داشته باش مؤذن، هر تحریر صدایت تنابی بر گردن معشوق کسی است. بترس از این آه عشاق ناکام. آهای جلاد، آهای جلاد، شب که به خانه می روی فرزندت می گوید پدر خسته نباشی. چه می گویی؟ خسته نیستم، تنها اهرمی را کشیدم و جوانی را پرپر کردم. بیا فرزند، این نان به قیمت جان. امان از آن آه ها، امان از آه مادران، آه معشوقان، آه پدران، پسران، خواهران،